خب سلام. امیدوارم حالتون عالی باشه. خب اومدم بهتون بگم که کسایی که سوال می‌پرسید میگفتین که آقا چرا یه چرخ متوسط روی اسکیت متوسط می‌بندن؟ خب باید ببندن. خب اولی که اینا چون کیفیتش متوسطه یه چرخ جلویی حد خودش رو می‌بندن. اما اگر من یه چرخ برند فلای گلو بیان روی این ببندم اصلا بعد خودش تعجب میکنه، کار درستی نیست. پس هر چی از ما اول از کارخونه ساخته شده چرخش هم همون میسازن، همون کیفیت میسازن و به اون چرخه، به اون اسکیته به اون اسکیت چرخ گرون قیمت آقا نمیاد، تمام شده.